علیکم دوستان عزیز، من آره گیمینگ 2011 هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز اومدیم با ماینکرافت اما پارت جدید. خب آقا، بعد از داستانهایی که برای ما پیش اومد، آره شما فکر نکنم دیده باشید، ولی ما اومدیم 2-3 پارت رو رکورد کنیم و اینا. میخواستم توی اون 2-3 پارتی که رکورد کردم برم اونجا، کجا بود؟ پلیجر اوت پسته، که بتونم پرچماشونو بگیرم و بیارم بزنم سردر اینجا، که نشد و اصلا مردیم و هزار اتفاق افتاد. و حالا این زامبی رو بکشیم بریم دنبال چوب، چون وسیله نداریم. ولش کن زامبیو، بریم دنبال چوب وسیله که بکنیم، وسیله های سنگی بگیریم، بعد بریم سراغ ویلیج. تا میرسیم خونه بچه دوباره یادآوری میکنم لایک یادتون نره. شما فقط میتونید به لایک ها و نگاه کردناتون و کامنت گذاشتناتون به من انرژی خیلی زیادی بدید. مرسی که ویدیو رو نگاه میکنید و لایک میکنید. خب شمامون رو تبدیل کنیم. این تخته رو من یه تخت جدید ساختم که اگر کسی میخواد بیاد بازی کنه داشته باشیم تخت. من اینو میذارم اینجا. خب یکم استیک درست کنیم، یکی دیگه. خب این از این. خب بریم سراغ کلنگ. یادم رفت کلنگ بسازم. اشکال نداره. اینم از کلنگ. بریم سراغ سنگ. سیبم بخوریم گوشنمونه. اگر بتونم آپدیت کنم کاپر گولم اضافه میشه دیگه. میریم سراغ کندن ویلیج نزدیکی های او بچه ها شانسو تو این ویدیو ما قرار بود بریم ویلیج پیدا کنیم. بابا باری کلاریا شانس خوبی داری. بیا بالا. پارکور کار حرفه‌ای. ویلیج اون بالا مالا هاست. یارو اومده، ویلیجر اومده اینجا. این همین بغل بوده. منو بگو، من از اون ور اومدم اینجا ندیدم. بود خونه؟ من یادم نمیاد. در وا میکنیم میریم داخل. ببینید بچه چقدر من وسیله گیر آوردم. خب
اول از همه بریم این نیشکرها رو بکاریم، بعد بریم این خیلی چی خب اینم از این درخت. پلن دومم که درست شد. من الان یک کلنگ بسازم. کلنگ نه تبر، ببخشید اشتباه گفتم، تبر سنگی بسازم. کلنگمون اصلا استفاده نکردیم، قراره بریم انگار آیرون بکنیم. خب وسیله‌مون رو سیو بدیم، رفتیم نمیریم یا همینجور آیرونمون رو از دست بدیم. بده چی؟ آیرونمون رو از دست بدیم. خب این از این غذا هم که همینو بسته. خب بریم توی سمت خونه. بریم داخل خونه، سیو بدیم وسیله همونو. یه دونه از اینا گیر آوردیم، بده من. یه دونه چست دیگه بسازم، بکنمش دابل چست. خب اینم از این. ریسپونمون هم که رو این تخت ست میکنیم، وسیله همون رو سیو میدیم. یه دونه تورچون از اون تو من ور میذارم اینجا. بلاس فرنیس هم که بذاریم. خالی اینو بده من، برو این تو. خب چی رو من بردارم الان از این تو؟ یه کاری میخواستم بکنم یادم رفت. خب تورچ رو میخواستم بذارم. تورچ رو نیاز داریم ما. تورچ رو بده. تورچ رو بذاریم خونه یکم روشن باشه. خب بذاریم این بری قشنگ تره. خب دوستان عزیز، این بود از این ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. ممنون از نگاه های زیباتون. قبل از اینکه ویدیو رو تمام کنیم، لایک، کامنت، دنبال و زنگوله بغل دنبال کردن یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.